قاری فصیح الدین فطرت یکی از کلیدی ترین مقامات برجسته طالبان تاجیک تبار است. موافقان وی او را فاتح شمال و همچنین با عنوان فاتح پنجشیر و یکی از قوی ترین فرماندهان طالبان می‌خوانند. قاری فصیح الدین فطرت کیست؟ در کجا زاده شده و چگونه توانسته از قله‌های کوهستانی بدخشان بر کرسی ستاد کل نیروهای مسلح حکومت سرپرست افغانستان تکیه بزند؟ او چرا و چگونه به طالبان پیوست و مهمترین کارنامه‌های او در درون نظام امارت اسلامی چیست؟ یعنی اوضاع در پنجشیر مکمل کنترل است. تمام قلمروی پنجشیر در کنترل مجاهدین امارت اسلامی. اگر می‌خواهید تا با یکی از کلیدی ترین فرماندهان جنگی طالبان تاجیک تبار آگاه شوید، پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در اخیر اگر این ویدیو رو پسندیدید آن را لایک کنید و اگر تازه به کانال ما مراجعه کرده اید آن را سابسکرایب نمایید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افغانستان در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان به دنیا آمده است. او از قوم تاجیک است و در یک خانواده مذهبی پرورش یافته است. قاری فصیح الدین فطرت تحصیلات ابتدایی خود را در یک مدرسه دینی در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان با پایان رساند و سپس با عنوان معلم در همان منطقه مشغول به کار شد. او در دهه 1990 میلادی برای ادامه تحصیلات دینیش به کراچی پاکستان رفت و در آنجا به نیروها و مقامات طالبان پیوست. قاری فصیح الدین فطرت به دنبال پیوستن به تحریک اسلامی طالبان فعالیت‌هایش را در حوزه شمال و بدخشان افغانستان آغاز کرد و توانست تا در حدود 3000 نیروی جنگی و مسلح تاجیک تبار را در کنار طالبان پشتون تبار، ازبک تبار و هزاره تبار قرار دهد و نبردها بر علیه نیروهای ناتو با رهبری ایالات متحده آمریکا را آغاز نماید. چند بار قرآن کریم از سوزاندم، کلی شما مسلمان ها خبر شده دیگه، بازم ببین بازم شما او را هم پیمان و حلیف گرفته، در تحت پیمانی از او زندگی میکنید. قاری فصیح الدین فطرت توانست در مدت کوتاهی نیروهایش را در مناطق کوهستانی بدخشان جابجا نماید و از دره‌ها، کوه‌ها و خطرناکترین مناطق صعب العبور بدخشان جنگ‌های چریکی و عملیات‌های هدفمندی را بر ضد نیروهای جمهوری اسلامی افغانستان و حامیان خارجی آن آغاز کرد. رهبری و مدیریت جنگی، شجاعت و جسارت، تبلیغات و جنگ روانی، قاری فصیح الدین فطرت را بر سر زبانها آورد و او را به جای یک ملای ساده بدخشانی و یکی از قوی‌ترین فرماندهان نظامی در برابر نیروهای ناتو و حکومت محلی جمهوری اسلامی افغانستان مبدل کرد. هدف از تفویض مسئولیت بر یک فرد، خدمت به جامعه و مردم مسلمان ها هست. این موضوع اشرف غنی رئیس جمهور فراری را به شدت نگران کرد و وی به نورالحق علومی وزیر داخله آن زمان دستور داد تا عملیات گسترده ای را به منظور بازداشت و یا تیرباران قاری فصیح الدین فطرت راه اندازی کند. این عملیات در سال 2015 و در منطقه وردوج ولایت بدخشان توسط نیروهای ویژه با همراه نیروهای هوایی افغانستان از جمله هلیکوپترهای تهاجمی انجام شد و به دنبال آن مقامات حکومتی ادعا کردند که قاری فصیح الدین فطرت را همراه با 40 تن از نیروهای تحت امرش کشته‌اند. با دنبال اعلان این خبر بلافاصله طالبان این موضوع را تکذیب کرد و پس از چند مدت قاری فصیح الدین فطرت نیز با انتشار ویدیوها و تصاویر تازه اعلان کرد که او زنده است و توانسته است تا از عملیات گسترده هوایی و زمینی نیروهای جمهوری اسلامی افغانستان نجات یابد. شما ننگ بکنید، غیرت بکنید، احساس اسلامی داشته باشید، به خاطر اسلامتان، دینتان چی بکنید، حرکت بکنید، نه که به خاطر دنیا. شماری از منابع میگویند که قبل از راه اندازی عملیات بر ضد قاری فصیح الدین فطرت
وی گزارش‌هایی را دریافت کرده و در نتیجه توانست به موقع و فوراً موقعیت خودش را تغییر دهد و در نتیجه از تیررس نیروهای تحت امر اشرف غنی نجات و رهایی یابد. پس از کاهش حمایت‌های آمریکا و غرب از نیروها و نظامیان جمهوری اسلامی افغانستان و ناکارآمدی اشرف غنی و حلقه مخصوصش، نیروهای طالبان روز به روز در حال قدرتگیری بیشتر بودند و همه روزه گزارش‌هایی از پیشروی آنها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دست به دست می‌شد. د نیمروز ولایت نظامی مسئول ایوبی صاحب دی چې اوس راغلی د ملګرو سره دی ولاړ ان شاء الله. اشرف غنی که صدها جوان بدخشانی را که به دلیل فقر و بیکاری به دولت پناه برده بودند در ولایت‌های مختلف به جنگ می‌فرستاد و روزانه ده‌ها جنازه از ولایت‌های مختلف کشور به سمت شمال و از جمله بدخشان فرستاده می‌شد. در این میان و در حوزه شمال که شماری زیادی از تاجیک‌ها از اشرف غنی و اعمالش به شدت آزرده شده بودند، در کنار طالبان تاجیک تبار ایستادند و قاری فصیح الدین فطرت و نیروهای تحت امرش به شناخته شده ترین فرماندهان طالبان شهره شده و روز به روز در حال قوتگیری بیشتر و تصرف مناطق تازه بود. هدایت داده می شود که از فیرهای هوایی و شادیانه در شبها و روزهای عید جدا خودداری نمایند. با دنبال ایجاد جبهه مقاومت در پنجشیر، قاری فصیح الدین فطرت فرماندهی ده‌ها هزار نیروی مسلح طالبان را بر عهده گرفت و در ابتدا از نیروهای جنگی مقاومت خواست تا سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشته و از هر نوع جنگ و نبرد بر ضد نیروهای طالبان که تمامی ولایت‌ها به جز پنجشیر را تصرف کرده‌اند دست بکشند. هر جایی که سر بالا بکنه، هر او کسی که در افغانستان بخواهد که امنیت اخلال بکنه، سر بالا بکنه او کوبیده میشه. کسی بخواهد در هر گوشه افغانستان، چی پنجشیری باشد، چی بدخشی و چی قندهاری، شورش بکند در هر نقطه از افغانستان که باشد کوبیده میشه. سرانجام و پس از نبردهای سخت و خونین و مقاومت گسترده در پنجشیر، طالبان که با هزاران نیروی جنگی و قوی ترین سلاح‌ها و امکانات نظامی حمله کرده بودند، توانستند تا در داخل پنجشیر نفوذ کرده و شماری از اعضای کلیدی مقاومت از جمله فهیم دشتی را تیرباران نموده و وارد دره‌های پنجشیر کردند. و دنبال آن جنگ در دره‌ها آغاز شد و سرانجام نیروهای حکومت سرپرست افغانستان توانست تا مقاومت در پنجشیر را به شدت سرکوب کرده و قدرت آنها را به شکل بی‌سابقه‌ای تضعیف نماید. پس از آن و در 7 سپتامبر 2021 قاری فصیح الدین فطرت با عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افغانستان منصوب شد. قاری فصیح الدین فطرت میگوید که او به دنبال آن است تا نیروهای نظامی امارت اسلامی را با قوی ترین ارتش جهان تبدیل نماید و در این راه او تا آخرین توانش کار و فعالیت می کند. کشوری تلاش امیر داره که با مصالحه های خصوصا در دور فعلی دیگه مدرین و پیشرفته دست بیاوه که بتونه که هم حریم زمینی و هم حریم هوایی خود او در کنترل داشته باشد. دوستان عزیز، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. شما نیز دیدگاه ها، روایت ها و برداشت های خود را کامنت کنید. تا برنامه بعدی، الله نگهدار.